به نام خداوند پهلوان آفرین. درود بر شما یاران عزیز و همیشگی. خب همینطور که قول داده بودم داستان کشتی پدر و پسر در شهرستان جاجرم رو قسمت دومش رو خدمتتون تقدیم میکنم. خب خلاصی از قسمت اول بگم خدمتتون. عرض کردم خدمتتون سال 1395 برای تحقیقی رفته بودم شهرستان جاجرم. اونجا متوجه شدم که در سال 1362 پهلوان زنده یاد سید عبدالمطلب حسینی یا همون آق مطلب، شهردار فقید شهرستان جاجرم، با پسرشون سید علی حسینی که آق مطلب 40 ساله بودن و سید علی 19 ساله یه کشتی میگیرن. دلیلش هم این بود که میداندار در اعلام قند اول برای سید علی در مرحله دوم اعلام کردن که از پیر جوان سید علی حریف طلبیده. خب پیشکسوتان و آق مطلب ناراحت شدن چون پیشکسوتان رو رد نداده بود و آق مطلب آماده شد که با ایشون کشتی بگیره. سید علی در گوشه زانو بغل گرفته و در فکر فرو رفته و ادامه داستان. کدامین حیلت می باید تا از این برزخ برون آید؟ چگونه دریابد به کدامین علت پدر این چنین از کوره به در رفته؟ تقدیر چیست؟ تدبیر کدام است؟ آق مطلب چوخه بر تن می کند. سرخی گونه هایش نشان از ناراحتی و عصبانیتی عمیق دارد. یکی از اهالی کشتی به او نزدیک می شود و می گوید آق مطلب تو را چه می شود پدر؟ چرا این چنین؟ آق مطلب حرفش را قطع می کند و می گوید مگر نمی بینی حریف طلبیده از پیر و جوان؟ دیگری میگوید پدر من میداندار چنین میگوید نه سید علی. اما آق مطلب گوشش به این حرفا بدهکار نیست و نمیشنود و میگوید باید سید علی پیشکسوتان و بزرگان را رد میداد، حال که چنین نکرده باید کشتی بگیرد. سید علی نصف و نیمه صداها را میشنود و میفهمد که انتظار پدر از او چه بوده است. آری همان مرام و منش پهلوانی که سالها پدر در گوشش زمزمه داشت. ندایی خبیث در وجودش میگوید ولی این جارچی و میداندار است که این گونه حریف میطلبد، من که گناهی ندارم. اما نهیب وجدان صدای نفس اماره را میخشکاند. سید علی با خود میگوید آری پدرم راست میگوید. من باید خود بلند می شدم و پیشکسوتان و پیران یل را رد می دادم. غرور یا تساهل یا هرچی بوده مرا به سکوت وادار کرد. آق مطلب چوخه به تن دارد و آماده رزمی آیینی. سید علی راه به جایی نمی برد، نزد پدر آمده و عذر تقصیر دارد و کسب تکلیف می کند. آق مطلب می گوید پسر جان فقط و فقط باید کشتی بگیری و تکلیفت این است که کم فروشی نکنی. سید علی در برزخی گرفتار شده که راه پس و پیش ندارد
و به فکر فرو می رود و توان تصمیم ندارد. نهیب پدر او را به خود می آورد. چوخه بپوش و مردانه کشتی بگیر. چاره‌ای نمانده و او باید همان کند که پدر می گوید. گود قلعه جاجرم اینک رخدادی را تجربه می نماید که نمونه‌اش را باید در افسانه ها نظاره‌گر بود. افسانه رستم و سهراب، با این تفاوت که در این فقره پدر و پسر همدیگر را می شناسند و در عالم حقیقت و نه افسانه ره به پیکار دارند. کشتی در بهد تماشاگران با اعلام داور شروع می شود. پدر به تعصب و اعاده حیثیت از پیشکسوتان و دادن درس مرام و مردانگی به پسر و جوانان دیگر و پسر به جبران غفلت و تمکین حرف پدر آوردی را آغاز کردند که برنده و بازنده آن کیست خدا می‌داند و بس. دو حریف سالها با هم کشتی گرفتند. پدر مربی پسر بوده و همدیگر را خوب می‌شناسند. میدان چوخه حسی غریب دارد، تجربه‌ای که در ذهن تاریخ نمی گنجد. پدر حمله می کند و پسر تا پای جان دفاع و چندی نمی گذرد که گرد نشسته بر صورت خیس پر از عرق کشتیگیران رنگ خاک و گل را بر رخسار آنان نقشینه می نماید. گویی مجسمه‌هایی از گل شده اند در هنر دستان خدایان تندیس تراش. پدر آقا مطلب چون برق و باد زیر میگیرد و پسر سیدعلی است که در فراز تحت را می نگرد که فرودی داشته باشد ایمن. و سیدعلی پشت بر خاک دارد، نه به تعلل و تسامح که در کمند فن ویرانگر پدر. کشتی پهلوانی است. کشتی پهلوانی 2 بار باید حریفو زمین بزنی و دگر باره رزمی دگر باید و پدر دوباره درخت کن را میزند تا ویران کند تساهل و غرور فرزند را. و پسر از پدر فرمان دارد که باید کشتی بگیرد مردانه و مقاومت پدر را به زحمت می اندازد و دنده‌اش فرو می رود. ساعاتی بعد پدر و پسر در بیمارستان بوجنورد در پی مداوا. خانم دکتر که فهمیده چگونه مریضش معیوب شده، سیدعلی را از مطب بیرون می اندازد و مادر در این اتفاق شیوه قهر را برمی‌گزیند و سیدعلی را این چنین تنبیه که دیگر پدر را روانه تخت بیمارستان ننماید. پدر و پسر دست در دست هم دارند، به چشمان هم که می نگرند اشک است و اشک که حلقه اتصال مهرشان می شود به گیتی. آقا مطلب شهردار فقید جاجرم اینک در بین ما نیست، اما درسی که او به میدان و میدانداران داد حرمت پیشکسوتان بود و یلان پیر و آنکه به زر کشتی نفروشیم و حق جز به کسوت ندهیم. جوانان عزیز، تبانی سبک بیمرامان است نه در ایران.
خب این داستان رو من در 28/1395 مکتوب کردم که چون یکی از داستانهایی بود که در کتاب گنجانده بودم و چون کتاب چاپ نشد و قسمت نبود، این داستان رو در 2 قسمت خدمتتون ارائه کردم. در قسمت‌های بعدی من به زندگی نامه پهلوان محمد تقی فیاض خواهم پرداخت و راجع به ایشون انشالله چند تا ویدئو پر خواهم کرد و تقدیم خواهم کرد خدمت شما عزیزان. و بعد از اون هم نحوه آشنایی من با مهندس محمد حبشی بود که من در سال همون 95 یا 96 رسیدم خدمت ایشون در رابطه با مسابقه‌ای که در نزدیک باش محله برگزار کرده بودند و از نظر کشتیگیران و پیشکسوتان مسابقه بی‌نقص بود از نظر عدالت. اونو مکتوب کردم که در ویدئوهای بعدی انشالله تقدیم خواهم کرد. درود بر شما یاران عزیز، تا برنامه دیگر بدرود. یا علی.